الان فکر کنم لحظه تحویلستا خیلی شما رو یاد کنن. احتمالاً دعای منو زیاد می‌کنن. خب حالا بالاخره اینم سعادتی بود نصیحت ما شد. مردم لحظاتی رو خوش باشن. سلامت باشید. یه وقتی انگار نمیچرخه تو دهن آدم دیگه. حالا شما یه توضیحاتی هم نوشتید. حالا چه بچرخه چه نچرخه بالاخره اونا که باید کارا خودشون رو میگیرن انجام دادن دیگه. اونجوری هم که نباید خونده میشد خونده شد. بله. واقعیتش اینه که حالا فرمودید بالاخره مسائلی داره. اختتامیه جشنواره فیلم فجر خیلی سخته. یعنی شما یه دلهره‌ای داری، چه اتفاقی میفته، چه فضایی ایجاد میشه در جشنواره. طبیعتاً امکان داره آدم اشتباه بکنه. خیلی وقتا من اشتباه کردم، دفعه اول نبوده، ولی این دفعه شرایط قبلش به خاطر خیلی بهش پرداختن. یعنی اون موضوعی که بالاخره شما دختر بچه‌هامو دستشون گرفتم آوردم روی سن، اون براشون خیلی حائز اهمیت بود. بله من واقعا حواسم نبود، اشتباه خوندم دارو. هیچ کس هم به من نگفت، یعنی پایینم که رفتم هیچ کس من نگفت شما دارو اشتباه خوندید. میومدم اصلاح می‌کردم دوباره میپیش تلفن گفتم دعای صحیحه. متوجه شدیم. نه هیچ کی به من نگفت. ما اینقدر درگیر مسائل بودیم. در اینا بالاخره پیش اومد، ما شدیم چهره سال. بالاخره از اون دوستان که از من انتظار نداشتن عذرخواهی می‌کنم.